مقامات تاجیکستان میگویند سال گذشته در مرزی کشور 18 قاچاقبرро کشتند و 20 نفر دیگر را دستگیر کردند. گزارش را در این باره من طاهری سفر تقدیم میکنم. ضمن نتیجه گیری از کار مرزبانان تاجیک در سال 2017 در یک جلسه در هفته گذشته مقامات رسمی گفتند که در این سال در مرز با افغانستان 31 مرتبه زد و خورد مسلحانه به وقوع پیوسته است. در جلسه گفته شده است که سال 2017 سرحدبانان تاجیک بیشتر از 1700 کیلو مواد مخدر از قبیل هروئین، افیون، تریاک و دیگر مواد مخدره را کشف و مصادره کردند که می توانست جان صدها هزار نفر را در خطر گذارد. در این جلسه با حضور سیمومین یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان همچنین گفتند در نتیجه عملیات ویژه خدمتچیان حربی نیروهای سرحدی یکجا با دیگر نهادهای قدرتی 25 عراق آتشفشان تمغه‌های گوناگون، 605 دانه تیر، 40 عدد لوازمات جنگی دریافت و مصادره شده است. یکی از زد و خوردهای خونین در مرز آخری سال گذشته و روز 2 دکبر رخ داد که در نتیجه خیرالدین احتمف سردار قسم مرزبانی ناحیه شمس‌الدین شاهین کشته شد و 4 سرباز و افسر دیگر زخم برداشتند. زد و خورد در 16 کیلومتری دور از مرز افغانستان در موضع نوآباد ناحیه شمس‌الدین شاهین رخ داد. بعد از این وزارت امور خارجه گفت که در ناحیه شمس‌الدین شاهین 12 قاچاقبر مسلح شهروندان افغانستان غیر قانونی به قلمرو تاجیکستان وارد شدند. در این جانب نزد به گفته وزارت در این طرف در نزد سرحدی دولتی میان سرحدبانان تاجیکستان و قاچاقبران افغان مقاومت مسلحانه به وقوع پیوست. مقامات کمیته امنیت ملی گفتند در این حادثه 3 قاچاقبر افغان کشته شدند و به باقی مانده آنها میسر شد که به افغانستان بگریزند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که یکی از قلمروهای مورد توجه قاچاقبران مواد مخدر و هم گروه‌های سلاح به دست است. چیز جالب دیگری که مرزبانان تاجیک در جلسه گفتند این است که مرزبانان در دایره اجرای وظیفه‌های خدمتی خود در گذرگاه‌های سرحدی 152 نفر را دستگیر کردند که از جمله افرادی در کافت و کاو قرار داشته می باشند.